خانم تهیه کننده اینجا رو یه سمپاشی نمی کنید؟ سوپول منو گزید و خانم گل که فیلم برداری شروع شده ها. ای بابا من نمیدونستم. عذر میخوام دوستان، سلام، وقت شما بخیر. با یه برنامه دیگه، یه چنده دیگه در خدمت شما عزیزانیم. سکونه ما را گزید و چنگوله زدن پرید و سبز میدان چرید و یه جبه سیگار کشید و سکونه ما را گزید و چنگوله زدن پرید و سبز میدان چرید و یه جبه سیگار کشید. آهنگ سوپوله از ناصر وحدتی. دقت کردید همه افعال این ترانه فارسیه. گزید و کشید و پرید و خب پس چرا بهش میگیم یه ترانه گیلکی؟ فقط به خاطر یه کلمه سوپول؟ اونم سوپوله به معنی کک در زبان فارسیه. ما تحقیق کردیم. طبق تحقیقات ما این ترانه برمیگرده به دهه 40. توی اون دهه کک خیلی شایع بوده، بهداشت خیلی پایین بوده و میشه گفت همه جا همراه افراد بوده، حتی زمان سیگار کشیدن. یه کار محلی و فولک از ادبیات محاوره و عامیانه استفاده کرده و کاملا میتونم بهتون بگم که یه کار کوچه بازاری محسوب میشه. بیشتر جنبه سرگرمی و طنز داشته. به همین دلیله که توی رتبه بندی هنری باید بگیم هرزنامه و سرگرمی بوده. خب اینم یه سبکیه که آقای وحدتی انتخاب کردن و مخاطبای خاص خودش رو هم داره. من خندم گرفت. به لحاظ موسیقی میتونم بگم حرف خاصی برای گفتن نداره و فقط از نقاره و چند تا ادوات جزئی برای موسیقیش استفاده شده، ولی حال و هوای گیلان رو خیلی خوب منتقل میکنه. این کارو از نظر هنری نه، ولی برای سرگرمی گوش بدید.